آقای فردین که یکی از ستونهای اصلی سینمای ما بودن و جبار سرجلوی فراری. این افتخار نصیب من شد، من در مقابل ایشون بازی میکردم. خود ایشون هم نظر میدادن، میگفتن به کارگردان خیلی راحت میگفتن آقا ایشونو پارتنر من نیست، عوضش کن، نمیتونه، توان اینو نداره. سینما نزدیک خونه ما موقع تو نظام آباد تهران به اسم سینما موناکو بود. این فیلم رو شروع کرد اکران کردن. ما هم جوون این ور خیابون وایساده بودیم، چون خونه ما نزدیک این سینما بود که مردم مثلا بچه محلا از سینما میان بیرون منو ببینم بگم عباس دیدیم تا چه نقشی بازی کردی شیطون. آقا فهمید شد؟ عباس گفتم چی شده؟ اون یه نفر تو این فیلم بازی میکنه آقا مو نمیزنه با تو. سینما به این راحتی هم بله آرمین جان کسی نمیتونست ورود کنه. ستاره بازی، گفتگوی متفاوت با هنرمندان.